نوای نی، برنامه شماره 29. نویسنده محمود شاهرخی. اجرا کنندگان فیروزه امیرمعز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. صدا بردار هادی ذوالفقاری. تهیه کننده برنامه محمد مهدی سدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. به نام پروردگار بزرگ و مهربان، و درود گرم به شنوندگان ارجمند و صاحب دل. پیش از آن که به سخن اصلی باز رویم، از تقدیم مقدمه ناگزیریم، و آن اینکه جمعیت شنوندگان گرامی و علاقمند این برنامه ضمن ابراز لطف درخواست کردند که برای شناسایی هرچه بیشتر شخصیت عظیم مولانا و آگاهی از زندگی این متفکر بزرگ اسلامی، شرح حال و ترجمه احوال وی در خلال این برنامه گفته آید تا شنوندگان را شناخت و معرفتی بیشتر حاصل شود. ما مسئول آنان را با جان و دل پذیرا شدیم و فرمانشان را امتثال نمودیم و با همه ضعف و ناتوانی بدین کار بزرگ برخاستیم و امید توفیق از خداوند داریم. خیال حوصله بحر میپزد هیهات، چه هاست در سر این قطره محال اندیش. اکنون با سر سخن رویم. در 6 ربیع الاول سال 604 هجری قمری در شهر بلخ، در خانه مردی بزرگ و روحانی به نام محمد ابن حسین خطیبی، معروف به بهاءالدین ولد و سلطان العلماء، کودکی دیده به دیدار جهان گشود که همگان به دیدارش شادمان گشتند و ولادتش را گرامی داشتند و او را محمد نام نهادند. این کودک همان نابغه بی همانند و انسان آزاده است که بعداً به لقب جلال الدین ملقب گشت و القاب و عناوین دیگری نیز از قبیل خداوندگار، مولوی، مولانای روم بدو اختصاص یافت که از آن میان لقب مولانا شهرتی بیشتر یافته است. همان شراب کش باده خم جبروت، همان همای بلند آشیان صدر نشین، رموزگوی ازل مولوی که داد نجات، مقیدان هوا را ز قید این سجین. سخن ز مرتبه شعر او نه حد من است، که همچو عرش بلند است و همچو شرع متین.
تقدیر و مشیت را چه رمز و راز هاست و چه طرفه کاری ها که در حوصله وهم نگنجد و در تصور خرد ناتوان و شکست پای در نیاید. چه هر آن کس را که تقدیر اقتضا کند و عامل مشیت بپسندد، مرو را بی هیچ علت و سببی درکشند و مواهب بسیارش کرامت کنند که مولانا از این دست انسان هاست که حق او را بسی نعمت بخشیده، گویی که عشق با وجود او زاده شد. پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من. هفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. از لطف تو چون جان شوم وز خویشتن پنهان شوم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان، بی تن مرو وز چشم من پنهان مرو ای شعله تابان من. پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من.
از لطف تو چون جان شوم و از خویشتن پنهان شوم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من چون میروی بی من مرا چون میروی بی من مرا ای جان جان بی تن مرا و از چشم من پنهان مرا ای شعله تابان من از لطف تو چون جان شوم
از خویشتن پنهان شوم. ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من یارم. چون می روی بی من مرا ای جان جان بی تن مرا و چشم من پنهان مرا و از چشم من پنهان مرا ای شعله تابان من ای باری پدر مولانا از اکابر علما و بزرگان عرفا بود که نسبت طریقتی وی به احمد غزالی می رسید. او را در بلخ حوزه درس و مسند ارشاد بود و برای خاص و عام مرجعی بزرگ به شمار می رفت. او را نفسی گرم و دمی مؤثر و پرشور بود و مجلس وعظ وی میعادگاه اهل دل و معرفت. او چنان مورد عنایت و اقبال مردم قرار گرفت که پادشاه وقت محمد خوارزمشاه از نفوذ معنوی او بیمناک گردید و چنان که شیوه دیرینه تمام جباران تاریخ است، از بهاءالدین ولد پدر مولانا خواست تا شهر بلخ را ترک گوید و او چنین کرد و این در حالی بود که مولانا سنین 5 الی 6 را می‌گذرانید و تقدیر چنین می‌خواست که وی را از موطن اصلی و زادگاه خیش دور سازد و او خیمه در دیار دیگر زند. رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. پدر مولانا به الزام و ضرورت شهر بلخ را ترک گفت و به عزم حج از آن سامان برآمد. ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش، باید برون کشید از این ورطه رخت خویش. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش. کی دل صبور باش که آن یار تند خوی، بسیار تند روی نشیند ز بخت خویش. گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند، عارف به آب تر نکند رخت و پخت خویش. بهاءولد را در اثناء هجرت به نیشابور گذار افتاد و او را با عارف کامل عیار و بلند آوازه عطار ملاقات دست داد، در حالی که مولانا در این زمان کودکی خردسال بود. او به محضر شیخ راه یافت،
چون عطار این کودک را بدید، آثار نبوغ و قریحه‌ای بیمانند را در ناصیه او دید. کتاب پرارج خود اسرارنامه را بدین کودک خردسال هدیه کرد و به پدر مولانا گفت سخت از این کودک محافظت کن. زود باشد که این پسر تو آوازه شهرتش عالمگیر شود و آتش در سوختگان عالم زند. زان می خوردم که روح پیمانه اوست، زان مست شدم که عقل دیوانه اوست. دودی به من آمد، آتشی در من زد، زان شمع که آفتاب پروانه اوست. بهاءالدین ولد در طی طریق به بغداد رسید، اما بیش از 3 روز در این شهر نپایید و از آنجا عزیمت حج کرد و پس از ادای مناسک حج و زیارت بیت الله الحرام در بازگشت به سوی شام روانه گردید و چندی در آن نواحی مقیم شد. مولانا در این سیر و سفر همدم پدر بود و از خرمن فضل و دانش او بهره گیری می‌کرد و نیز از مصاحبت بزرگان و ارباب معرفت خوشه ها برمی‌گرفت و بر اندوخته های ذهن پربرکت خیش می‌افزود. و او در این سیر و سیاحت بسیار چیزها آموخت و به سیر آفاق و انفس پرداخت. بالجمله دیگر بار بهاءولد از شام راهی آسیای صغیر شد و در لارنده و سپس قونیه رحل اقامت افکند. کاروانی که بود بدرقش لطف خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. چنان که گفتیم قضا را نقش بندی های شگفت‌انگیز است. این هجرت و اقامت مولانا در دیار روم سبب شد که او از دست برده حمله وحشیانه مغول در امان ماند. اما خوارزم شاهیان را دولت اقبال به زوال کشید و ستاره بختشون افول کرد. چون که زاغان خیمه در گلشن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. زان که بی گلزار بلبل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است. آفتابا ترک این گلشن کنی، تا که تحت الارض را روشن کنی. آفتاب معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست. خاص خورشید کمالی کان سریست، روز و شب کردار او روشنگری است. چون که زاغان خیمه در گلشن زدند، بلبلان پنهان
زدم آی دای زان که بی گلزار بلبل خاموش است غیبت خورشید بیداری کش از داد آفتاب معرفت را نقل نیز یاد مشرق او غیر جان آفتاب معرفت را نقل نیست مشرق او غیر جان و عقل نیست خاص خورشید کمالی سریست روز و شب کردار او روشنگریست روز و شب